یکی از هموندان شاهنامه‌خوانی از من پرسید که در شاهنامه از آرش نام برده نشده، چرا؟ حالا من دلیلش رو میدم. اولا منوچهر در متون اوستایی مانوش چیتره یعنی نژاد، بعد در پهلوی شد منوچیتر و در فارسی شد منوچهر یعنی نژاد مانوش. نژاد مانوش همین نژادی، همین جای کوههایی که البرز و دماوند رو در بر داره و پایتخت منوچهر یعنی پایتخت این نژاد در آمل میشه. وقتی که زال میره به سام میگه که من حاضرم که بمیرم برای خاطر رودابه، سام نامه می‌نویسه به منوچهر، میگه مرا گفت بردار رو آمل کنیم از آن به که آهنگ زابل کنیم، یعنی من ببرید پایتخت منو به دار بکشید، نه رو زابل سیندخت رو زابل رو حضرت. این نامه سام به منوچهر. بنابراین باشندگان این کوهستان که اسمش مانوش در متون پهلوی اومده مانوش، که دماوند هم در میانه این قرار داره و اینها از این قسمت میرن به طرف شرق و که تورانیان رو برانن و اسلحه برتر اینا تیر و کمان بوده. در همون هنرسیدها حالا بعد در داستان ایران خواهید دید، میبینید که فریدون که با سه پسرش داره سخن میگه، یه پسر رو به خاور یعنی غرب داره، یه پسر رو به خراسان یعنی شرق داره و ایرج رو به روش نشسته و به ایرج کمان بوده، یعنی اسلحه برتر ایران کمان بوده. توجه فرمایید که با کاوه، با نام کاوه فلزگری در ایران آغاز میشه و الان هنگام قارن پسر کاوه است، یعنی زیاد نگذشته از زمان و ایرانیان تونستن کمان خوب فلزی بسازن و تیری که سر نیزش فلز باشه، چون ما 5 تا سرنیزه سنگی پیدا کردیم مال دوران سنگ که نگارش رو در کتاب داستان ایران خواهم بود. این سنگ رو سنگ‌هایی بوده که با ضربه زدن تا ازش یه نوک تیز پیدا شد. اون سنگ رو که با نخ ببندن به چوب، یعنی به خود تیر ببندن، وقتی که بخوره به یه جانور حد اکثر اینه که زخمیش میکنه، یعنی اون سنگ نمیره توی بدن. اما وقتی که کمانش هم با چوب بوده، اما وقتی این کمان فلزی شد و نوک تیرم فلز شد، این نوک تیر به آسونی میتونه بره توی بدن حالا جانور یا دشمن. بنابراین اسلحه برتر ایرانیان یعنی ایرج که در اون عکس انداخته که ریش هم نداره، بچه کوچیکه، مثلا یه پسر 15-16 ساله است. اون وقت اسلحه برتر اینا توی کمان. حالا آرش در متون اوستا است ایرخش یعنی ایران، یعنی ایرج باز. در افسانه‌ای که میگه آرش تیر انداخت یعنی ایرانیان. در داستانی که میگه که منوچهر این کار کرد که نیزه زد، بازم اسلحه برتر همین نیزه و تیر و اینا بوده، یعنی ایرانیان نژاد مانوش. و مجموع این دوتا اینه، وقتی که آرش تیراندازی کرد و تیر خورد به مرزی که تعیین شد بین ایران و توران، آرش جانش از دست داد. مفهوم اینه که ایرانیان با جنگ افزار برتر که تیر کمان بود دشمن رو راندن به طرف کشور خودش، اما وقتی اونا از کشور بیرون رفتن ایرانیان هم دیگه توان نداشتن، ولی رفته بودن دیگه، خوشبختانه اونا رفته بودن. این مفهوم مجموع این دوتا داستان هست که مفهوم درست واقعی داره. امیدوارم شاد باشید و در کمان اندیشه تیر گفتار راست و پاک رو بذارید به قلب دشمنان ایران.